کشاورز رفت پیش آسیابان یک مقداری گندم رو قرض کنه. آسیابان هم این مقداری گندم میریزه توی دستمالی، گره میزنه میده بهش. همینطور که میاد تو مسیر دعا میکنه خدایا به حق عزتت گره از مشکلات مردم بگشا، گره از این بحرانی که ایجاد شده بگشا، گره از این دردها، گره از این حقدها، کینه ها، حسدها، عقده ها. اینقدر گره کرد تا گره دستمال باز شد، همه گندم ها ریخت رو زمین، به شدت به هم ریخت. رو کرد به خدا گفت سالها نرد خدایی باختی، این گره را زان گره نشناختی؟ من تو را کی گفتم ای یار عزیز که این گره بخشای گندم را بریز؟ آن گره را چون نیارستی گشود، این گره بخشودن دیگر چه بود؟ من خداوندی ندیدم زین نمد، یک گره بخشودی آن هم غلط. الغرض برگشت مسکین دردناک، تا مگر برچیند آن گندم ز خاک. برگشت گندم ها رو جمع کنه، چون برای جستجو خم کرد سر، دید افتادی یکی همیان زر. همون جایی که گندم ها ریخته بود کیسه زری رو پیدا کرد. یه صدایی در درون بهش گفت تو مبین اندر درختی یا به چاه، تو مرا بین که منم مفتاح راه. سجده کرد و گفت که رب ودود، من چه دانستم تو را حکمت چه بود؟ هر بلایی کس تو آید رحمتی است، هر کرا فقری دهی آن نعمتی است.